چند دم جمعه پشتی لهیر شکا خوکش لجماره که سربازت نیت عراقی هاتی نکشتن بالیوزی امریکایی برای العراق کریستوفر هیل که وگریه واشنطن گفت العراق دست داره پاراسن باشتر دبیتو که شاید تیرای دست بنا کتبه لدمی که امریکا رولا خوی لشکری لوی ولاتی بدماهی تینید. استراتژیا مل عراق درسته و دیاره که یا برفسم تاکی راز دچید از افرو داگلک دل خوشتر به محک حکمت تکانو لویری هات با دانانو لجواتان و نران لگل یک مشتمر کربان لی او رجد هر هید دزگاه را گهانده نگوت روش سهشنبه بوری مورا قاعده العراق لسر بو لی بالیوز هیل چه کس بوی هرشه برپسیار نکرن وی گوت قاعده العراق چه دی نشد هرشا بکت و حتی نشد آواه یک جی بگرد. از باور ناکم وان چه پشتوانی هبن بلکو بری واجی هنده نرازی بینا که گشتیل دیجی رفتار آوان هیا. نینر امریکی گوت که شیا سیاسی پشتی هل بجارتنون گلک وکیشا و خلق بین تنگ بوینه و آلوزن که آلین در و بتایبت ایران مای خود تیب کن. لدریج دم اگه وان به تکلیه که باش لگل عراقی هبن که بری تکلیه وان خراب بو یا پتویه که او کاره که باشتر بکن و ریزه لسرداری عراقی بگنن. بالیوز هیل نماهانه ده کار حکومت هیلت و لزانینگاه دنور ده دست به کاری کد. اف راپورتش بشکا کردی دنگ امریکا ها تبالاف کرن.